آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا میتوانم ببینم. این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. شخص گناهکار چگونه میتواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. تو میگویی که او نابیناییت را شفا داد. نظر تو درباره او چیست؟ او یک نبی است. ولی رهبران یهود نمیخواستند باور کنند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت میدهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون میتواند ببیند؟ ما میدانیم که او فرزند ما میباشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمیدانیم اکنون چگونه میتواند ببیند یا چه کسی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید. او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان میترسیدند اینطور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلا توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نمایند. از این جهت والدین آن مرد گفتند از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را احضار کرده گفتند سوگن یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما میدانیم که این شخص گناهکار است. اینکه او گناهکار است یا نه من نمیدانم. فقط یک چیز میدانم، که کور بودم و اکنون میبینم. با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ آیا میخواهید شما هم شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ما میدانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمیدانیم که او از کجا آمده است. چیز عجیبی است که شما نمیدانید او از کجا آمده، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه میدانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعای او را میشنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده کسی بتواند چشمان کور مادرزادی را باز کند. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود نمیتوانست کاری بکند. تو که در گناه متولد شده ای، تو به ما تعلیم میدهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کردند، او را پیدا کرد. آیا به پسر انسان ایمان داری؟ ای آقا بگو او کیست تا من به او ایمان آورم. تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن میگوید. خداوندا ایمان دارم. و در مقابل عیسی سجده کرد. من به خاطر داوری به این جهان آمدم تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم به همین دلیل هنوز در گناهید.